همونطور که دیدید تو ویدیوی قبلی با همدیگه ویندوز 11 رو نصب کردیم. اگه دقت کرده باشیم برای اولین بار که تو ویندوز میریم، یعنی تو محیط این ویندوز 11 میریم، یه چیز خیلی رو مخی هست، یه چیزی که اصلا رو مخ خیلی رو مخ خودم هم رفت، این که تسک بارش به صورت خیلی زیادی بزرگه، یعنی اصلا نمیشه کوچیکش کرد به صورت دستی، یعنی نمیتونیم مثل ویندوز 10 بریم تو تسک بار ستینگ یوز اسمال سایز رو بزنیم. حالا توی این ویدیو میخوایم با همدیگه ببینیم چطوری میتونیم سایز این تسک بار رو کم و زیاد کنیم، یا حتی شاید یکی از اینم حتی براش کافی نباشه، میخواد گنده ترش کنه. خب چه ایرادی داره؟ خیلی راحت میتونیم با این روش این کار رو انجام بدیم. من منوی استارت رو باز میکنم و کلمه رج ادیت رو سرچ میکنم که همون مخفف رجیستری ادیتور هست. بعدش روش کلیک میکنم که باز بشه و اگر این پیام یوزر اکانت کنترل اومد روی یس میزنم. موقعی که رجیستری ادیتور باز شد من روی کارنت یوزر دبل کلیک میکنم که این فولدرهای زیرش برای من باز بشن. از توی اونا سافتور رو پیدا میکنم و از تو سافتور مایکروسافت. بعد از اینکه به فولدر مایکروسافت رفتیم روی ویندوز کلیک میکنیم، یعنی پیداش میکنیم روش کلیک میکنیم. از توی ویندوز کارنت ورژن رو پیدا میکنیم و روش کلیک میکنیم. از توی کارنت ورژن همون اولای لیست اکسپلورر رو پیدا میکنیم و بازم روش کلیک میکنیم. از توی اکسپلورر ادوانس رو پیدا میکنیم، یعنی روش کلیک میکنیم. خب میبینید که این سمت راست کلی مقادیر و ولیوهای مختلفی هست. من یه جا رو پیدا میکنم روش رایت کلیک میکنم و روی نیو 32 بیت ولیو کلیک میکنم، یعنی میخوام یه مقادیر جدید بسازم، یه مقدار جدید بسازم، یه قانون جدید. موقعی که ساختمش پیداش میکنم به رنگ آبیه و روی رینیم میزنم، یعنی رایت کلیک میکنم روش و رینیمش میکنم. اسمشو میذارم تسک بار اس آی. دقت کنید که حروف بزرگ کوچیکش خیلی مهمه، باید دقت کنید. موقعی که رینیمش کردم یعنی یه جا کلیک میکنم تا این اوکی شه، یعنی ثبت شه. بعدش روش کلیک میکنم که باز شه. بعد اینجا میبینید یه چیزی نوشته value data، یعنی این همون دقیقاً سایز تسک بار ما رو تعیین میکنه. به صورت پیش‌فرض روی 0 که اگر من الان کامپیوترم رو ریستارت کنم سایزش کوچیک میشه و مقادیر دیگهش مثلا مقدار 1 همین سایز الانشه. خب من میذارم روی همون 0 بمونه که نمیخوام حالا بزرگ بمونه. الان شاید با خودتون فکر کنید بگین که چرا این اوکی نشد، این که همون سایز قبلی است. میگیم که چرا اوکی میشه به شرطی که یه بار ویندوز اکسپلورر رو ریستارت کنیم. بهترین روشش اینه که ما بریم تو تسک منیجر و اون رو ریستارت کنیم. یه روش دیگه هم اینه که خب کل کامپیوتر رو ریستارت کنیم که خب خیلی طول میکشه، نمیخوام این کارو انجام بدم. بخاطر همین دکمه های کنترل شیفت اسکیپ رو میزنم که تسک منیجر برای من باز بشه یا توی منوی استارت سرچش میکنم. موقعی که باز شد روی اکسپلورر رو پیدا میکنم، یعنی ویندوز اکسپلورر، روش رایت کلیک میکنم و روی ری استارت میزنم و میبینید که بله سایز تسک بار ویندوز 11 ما درست شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. یه بار دیگه میگم لایک، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله بغل دکمه سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ همه شما.